محبت کامل نبودن، رها کردن خود آرمانی و پذیرش خود واقعی. کلیدهای مدیریت زندگی. نویسنده برنی براون. مترجم اکرم کرمی. گوینده راشین. موانع راه. در سال 2008 از من دعوت شد تا در مناسبتی ویژه با عنوان تجربه فعال سخنرانی کنم. من واقعاً به افرادی که برنامه را حمایت می‌کردند ارادت داشتم و به همین جهت بدون تأمل و با هیجان آن را پذیرفتم. خب همانطور که می‌دانید همه چیز از دور بهتر به نظر می‌رسد، مخصوصاً اگر چیزی درباره جزئیات ندانید. این هم از همان دسته بود. اواخر سال 2008 دعوت را پذیرفتم و تا سال 2009 دیگر به آن فکر نکردم تا اینکه فهرست اسامی سخنران‌ها در سایت منتشر شد. همینقدر برایتان بگویم که افراد مذکور در فهرست چنان مشهور و بلند آوازه بودند که حسابی گیج و درمانده شدم. البته نام من هم در میان آن بود. در تبلیغ مناسبت آمده بود 16 سخنران و رهبر فکری برجسته جهان. مناسبتی روشنگرانه در انتظار شماست. حسابی ترسیده بودم. تصورش را هم نمی کردم بتوانم در صحنه‌ای حاضر شوم که رابرت بلارد، اقیانوس نگاری که مکان غرق شدن کشتی تایتانیک را شناسایی کرد، گاوین نیوسام، شهردار سان فرانسیسکو، نیل دوگراس تیسون، متخصص در فیزیک کیهانی که مرکز افلاک نمای هیدن را اداره می کند و میزبانی برنامه علمی NOVA را بر عهده دارد، و دیوید پولوف، نابغه‌ای که مبارزه تبلیغاتی ریاست جمهوری اوباما را هدایت می‌کرد نیز در آن ظاهر می‌شدند. مهمتر از کنار آمدن با این احساس که مثل یک شیاد خود را در میان آن جمع بلند رتبه جا زدم، ترس شدیدم از ساختار برنامه بود. ساختار برنامه مانند گفتگوهای تد بود و هر سخنران فقط 20 دقیقه فرصت داشت تا ایده‌های جدیدش را با مخاطبانی در میان بگذارد که اکثرشان رئیس، مدیر عامل، مدیر امور مالی و مدیر اجرایی سازمان‌های بزرگ بودند و هر یک برای برگزاری مراسم $1000 پرداخته بودند. چند ثانیه پس از خواندن فهرست به دوستم جن لمن زنگ زدم و اسم سخنران‌ها را برایش خواندم و بعد از آخرین اسم نفس عمیقی کشیدم و گفتم فکر نکنم بتونم از پس این کار بر بیام. هرچند تماس تلفنی بود و کیلومترها از هم فاصله داشتیم می توانستم تصور کنم که دارد سرش را تکان می دهد. برنه، لطفاً آن خطکشت را کنار بگذار. با رنجش گفتم منظورت چیه؟ جن گفت من تو را می شناسم. تو می خواهی توی این 20 دقیقه یک کار عمیق تحقیقی ارائه کنی. من که هنوز متوجه نشده بودم گفتم خب آره البته که می خوام کارم تحقیقی باشه. اصلا نگاهی به لیست انداختی؟ اونا همشون آدمای سن و سالدار و جا افتادن. جن نخودی خندید و گفت حالا باید سنشون رو هم چک کنی؟ جوابی ندادم. جن ادامه داد ببین قضیه اینه که تو یک محققی اما بهترین کاری که تو بتونی ارائه بدی حاصل عقل و دانشت نیست بلکه کار دلته. ببین چه کاری رو بهتر انجام میدی. همان کار رو انجام بده. قصه بگو ولی سعی کن واقعی و صادقانه باشه. گوشی رو گذاشتم و از عصبانیت چشمهایم را چرخاندم و با خودم فکر کردم قصه بگو؟ شوخیش گرفته؟ چطور یه نمایش عروسکی هم اجرا کنم؟ به طور معمول 1-2 روز طول میکشه تا مطالب سخنرانیم را تهیه کنم. هرگز از یادداشت استفاده نمی کنم اما همیشه تصویری ذهنی از سخنرانی و مطالب مورد نظرم دارم. اما این دفعه اینطور نبود. واقعاً که اجرای یک نمایش عروسکی راحت تر بود. چند هفته بود که به خاطر این سخنرانی پاک گیج و فلج شده بودم و هیچ کاری از پیش نمی بردم. 2 هفته به موعد مراسم مانده بود که یک شب همسرم پرسید کار سخنرانی چطور پیش میره؟ یک بار زدم زیر گریه و گفتم پیش نمیره. هیچ چیز به ذهنم نمیرسه. نمیتونم این کار را انجام بدم. میخواهم یک داستانی مثل تصادف شدید سرهم کنم و نرم. استیو کنارم نشست، دستم را گرفت و گفت
ببینم چی شده؟ تو که اینطوری نبودی. تا حالا ندیدم که برای یک سخنرانی این تو خودت رو ببازی. سخنرانی که برای تو کار تازه‌ای نیست. سرم رو توی دستهایم گرفتم و زیر لب گفتم قفل کردم. همش یاد اتفاق وحشتناکی که چند سال پیش افتاده میافتم. استیو با تعجب پرسید چه اتفاقی؟ گفتم تا حالا برات تعریف نکردم. 5 سال پیش یکی از سخنرانی‌هایم چنان افتضاح از آب در اومد که تا اون موقع سابقه نداشت. فاجعه بود. میدونی میترسم دوباره همون اتفاق بیفته. استیو که نمیتوانست باور کند هرگز درباره چنین تجربه‌ای با او حرف نزدم گفت حالا چه اتفاقی بود؟ چرا قبلا به من نگفتی؟ از جایم بلند شدم و گفتم نمیخوام درباره این موضوع حرف بزنم. تنها فایدهش اینه که حالم رو بدتر میکنه. استیو مرا سر جایم نشاند و با لحنی که گویی از خودم مدرکی برای محکوم کردنم پیدا کرده باشد گفت ببینم ما نباید درباره موضوعات مشکل با هم حرف بزنیم؟ حرف زدن اوضاع رو بهتر نمیکنه؟ خسته تر از آن بودم که بتوانم در مقابلش بایستم. ناگزیر داستان را برایش تعریف کردم. 5 سال پیش وقتی اولین کتابم به چاپ رسید از من دعوت شد تا در مراسم ناهار بانوان مشغول به کار شبکه صحبت کنم. خیلی هیجان زده بودم چون مثل این سخنرانی فکر می‌کردم قرار است برای گروهی از مردم عادی صحبت کنم. نه عده‌ای روانشناس یا افرادی با تحصیلات عالیه، بلکه افرادی با مشاغل معمولی. در واقع این اولین سخنرانی من برای مردم عادی بود. آن روز خیلی زود در محل سخنرانی حاضر شدم و خودم را به خانمی که مسئول تدارکات بود معرفی کردم. مسئول تدارکات پس از ورانداز کردنی که جانم را به لب رساند با ارائه دستورالعمل‌های کتبی کوتاه جوابم را داد و گفت سلام، شما مثل یک پژوهشگر به نظر نمی رسید. من باید شما را معرفی کنم، بنابراین باید مستندی از شرح حال و مدارک شما داشته باشم. البته این رفتارش شکل تحریف شده عصبانی اما نسبتاً موجه از ملاقاتتان خوشوقتم بود. برگه سوابقم را به او دادم و از همین جا بود که همه چیز رو به خرابی رفت. 30 ثانیه‌ای به مدارکم نگاه کرد و بعد از پشت عینک مطالعه‌اش نگاهی به من انداخت و با صدای بلند گفت اینجا نوشته شده که شما درباره شرم و خجالت تحقیق می‌کنید، درست است؟ ناگهان خود را دختر بچه‌ای 10 ساله احساس کردم که در دفتر مدرسه در مقابل مدیر ایستاده است. سرم را پایین انداختم و آهسته گفتم بله خانم، درباره شرم تحقیق می‌کنم. لب‌هایش را محکم به هم فشرد و گفت چیز دیگری هم مطالعه می‌کنید؟ نمی‌توانستم چیزی بگویم. آمرانه پرسید می‌کنید؟ جواب دادم بله، درباره ترس و آسیب پذیری. با صدای جیغ مانندی گفت به من گفته شده که شما درباره شادکامی، ارتباط و معنای زندگی کار کرده اید. متوجه شدم. او هیچ چیز درباره من و کارم نمی‌دانست. احتمالاً کسی که مرا به او معرفی کرده بود از نوع کارم به او چیزی نگفته بود. حالا می‌فهمیدم چرا آنطور رفتار می‌کرد. سعی کردم برایش توضیح بدم. من درباره شاد زیستن و معنا بخشیدن به زندگی کار نمی‌کنم، اما درباره آن اطلاعات زیادی دارم چون درباره موانع شاد بودن، معنا و ارتباط مطالعه می‌کنم. بدون آنکه به من پاسخی بدهد اتاق را ترک کرد و مرا تنها گذاشت. موقعیت تناقض‌آمیزی بود. محققی که درباره احساس شرم مطالعه می‌کرد در باطلاق به اندازه کافی خوب نیستم گیر کرده بود. چند دقیقه بعد مسئول برنامه برگشت. از بالا نگاهی به من انداخت و گفت دستورالعمل برنامه از این قرار است. شماره 1. شما درباره موانع صحبت نمی کنید. شما درباره چگونه باشیم صحبت می کنید. این چیزیه که مردم می خواهند بشنوند. چگونه باشیم. شماره 2. درباره شرم حرفی نزنید چون هنگام سخنرانی حاضران مشغول خوردن خواهند بود. شماره 3. مردم می‌خواهند شاد و راحت باشند. و سلام. پس جو را شاد و راحت نگه دارید. حسابی خشکم زده بود. بعد از چند ثانیه سکوت پرسید همه چیز روشنه؟ و قبل از آن که من چیزی بگویم خودش پاسخ داد ظاهراً مشکلی نیست. بعد همین که خواست از در بیرون برود برگشت و گفت شاد و سبک. مردم یه برنامه شاد و سبک میخوان. و با این احتمال که ممکن است متوجه نشده باشم
سعی کرد با حرکت دستهایش در هوا آن را نمایش دهد. بعد از آن 40 دقیقه در مقابل حاضران ایستادم و در حالی که فکرم از کار افتاده بود با عبارات مختلف تکرار می کردم که شادی خوب است، خوشحالی عالی است، همه ما باید شاد باشیم، زندگی باید معنا داشته باشد و از این حرفا. خانم‌های حاضر در جلسه هم در حالی که مرغ سوخاری می‌خوردند لبخند می‌زدند و سرشان را به علامت تایید تکان می‌دادند. واقعاً فاجعه بود. وقتی داستانم به پایان رسید، استیو در حالی که قیافه‌اش را در هم کشیده بود، سرش را تکان داد. او چندان طرفدار سخنرانی‌های عمومی نیست و به گمانم وقتی به داستانم گوش می‌داد، سعی داشت نگرانی‌های خودش را فرو بنشاند. عجیب اینجا بود که با نقل ماجرای سخنرانی اضطرابم کمتر شد. در واقع به محض تمام شدن داستان احساس متفاوتی به سراغم آمد. بالاخره فهمیدم کار من 10 دهه تحقیق و بررسی هم همه درباره موانعی بود که بر سر راه قرار می گرفتن. من به این گونه باشیم کاری ندارم چون هیچگاه به شواهدی بر نخوردم که نشان دهند آموزش این گونه باشیم بدون صحبت کردن درباره موانع راه مفید باشند. بله، پذیرش داستانم به شیوهی بسیار مؤثر اجازه داد تا ادعا کنم من به عنوان یک محقق چگونه شخصی هستم و عقیده‌ام چیست. نگاهی به استیو انداختم و با لبخند گفتم من با این گونه باشیم ها کاری ندارم. بعد از گذشت 5 سال تازه فهمیدم که خانم‌های حاضر در سخنرانی اصلاً برای فهم مطالب من و احتمالاً ایراد گرفتن از آن به آنجا نیامده بودند. اگر اینطور بود که آن دستورالعمل مسخره آنقدر مرا داغان نمی‌کرد. فهرست دستورات او حاکی از ترس‌های بیمارگونه فرهنگ ما بود. ما نمی‌خواهیم ناراحت شویم و پیوسته در صدد راه حل‌های کوتاه و پیش پا افتاده‌ای هستیم که راه شاد زیستن را به ما بیاموزند و البته من برای این کار ساخته نشدم. هرگز اینطور نبودم. سوء تفاهم نشه، نه اینکه دوست نداشته باشم با یک جهش برق‌آسا از روی موانع سخت بپرم. نه هرگز. اما واقعیت این است که این شیوه مؤثر نیست. بدون کار کردن روی خود تغییر نمی کنیم، رشد نمی کنیم و جلو نمی رویم. اگر واقعا می خواهیم شاد زندگی کنیم، پیوند و ارتباط حقیقی با دیگران داشته باشیم و به زندگی خود معنا دهیم، باید با موانع راه آشنا باشیم. در مورد خودم باید بگویم تا زمانی که داستان خود را نپذیرفته بودم و به آن اعتراف نکرده بودم، اجازه می دادم این گونه باشیم ها و 5 راه ساده ها مانعم شوند و اجازه ندهند به عنوان یک محقق احساس ارزش کنم. اما حال که داستانم را پذیرفتم می بینم که درک من از تاریکی به جستجوی من برای نور معنا و مفهوم می دهد. با کمال خوشحالی باید بگویم که سخنرانی من برای مناسبت موعد در سال 2009 خیلی خوب پیش رفت. من حقیقتاً داستان شاد و سبک را برای حاضران نقل کردم. هرچند این یک ریسک بود، اما متوجه شدم که حتی افراد بلند مرتبه هم برای کسب احساس ارزشمندی در درون خود درگیرند. 2 هفته بعد از سخنرانی مسئول برنامه ریزی سخنرانی با من تماس گرفت و گفت تبریک میگویم، طبق ارزیابی‌های انجام شده از سخنرانی‌ها شما نفر دوم در صدر جدول هستید و با توجه به موضوعی که مطالعه می‌کنید برنده شدنتان غیر منتظره بود. اما جان کلام این که اگر بخواهیم با تمام وجود و با صداقت زندگی کنیم و عشق بورزیم و با احساس خود ارزشمندی با دیگران برخورد کنیم، لازم است درباره موانع حرف بزنیم. به ویژه درباره شرم، ترس، ضعف و آسیب پذیری. طرفداران یونگ شرم را باطلاق روح می‌دانند. من توصیه نمی‌کنم که در این باطلاق قدم بگذارید و در آن چادر بزنیم. من این کار را کردم و به شما میگویم که این محل مهمی برای بازدید است، اما هرگز جایی نیست که دوست داشته باشید در آن زندگی کنید. سخن من این است که یاد بگیریم از این باطلاق عبور کنیم. ما باید بدانیم که در ساحل ایستادن و منفی بافی کردن درباره اتفاقاتی که ممکن است با صحبت صادقانه ما درباره ترس‌هایمان رخ دهد، دردناکتر از آن است که دست شخص قابل اعتمادی را بگیریم و از این باطلاق عبور کنیم. توصیه هایی که این گونه باشیم را به ما می آموزند میانبرهایی فریبنده اند و من این را درک می کنم.
وقتی میتوان با طی کردن مسیر میانبری کوتاه از کنار باتلاق گذشت، چه لزومی دارد که وارد آن شویم و با سختی از آن عبور کنیم؟ اما معما همینجاست. چرا با وجود آگاهی از این گونه باشیم‌های بسیار هنوز در جا میزنیم و در صدد شادی، پیوند صمیمانه و معنای بیشتری هستیم؟ و چرا باز این گونه باشیم‌ها اینقدر جاذبه دارند؟ اکثر افرادی که این کتاب را می‌خوانند می‌دانند چطور غذای سالم بخورند. خود من ارزش غذایی و میزان کالری تمام مواد خوراکی در فروشگاه‌ها را می‌دانم. البته که ما غذاهای سالم و ناسالم را می‌شناسیم. وانگهی ما درباره مدیریت پول هم چیزهای زیادی می‌دانیم. می‌دانیم نیازهای کاذب و احساسی خود را چگونه کنترل کنیم. همه این چیزها را می‌دانیم و با این حال کشور آمریکا همواره بالاترین نرخ چاقی، بیماری، اعتیاد و بدهی را داشته است. چرا با اینکه دسترسی به اطلاعات، کتاب و دانش بیشتر شده است، بیش از گذشته با مشکلات دست به گریبانیم؟ زیرا هیچگاه درباره عواملی که می‌توانند مانع پیشرفت و موفقیت ما، فرزندان، خانواده، سازمان و جامعه ما شوند سخن نمی‌گوییم. من اطلاعات زیادی درباره تغذیه سالم دارم، اما اگر دخترم الن درباره پروژه درسیش مشکلی داشته باشد، پسرم چارلی در مهد کودک بهانه خانه را بگیرد، من مجبور به نوشتن مطلبی خاص باشم، اجاره بهای خانه ها بالا رفته باشد، گل و گیاه خانه از بی‌آبی در حال خشکیدن باشد، لباسم از رنگ و رو افتاده باشد، اوضاع مالی مسیر نزولی داشته باشد و حجم اینترنت رو به کاهش باشد، تمام این اطلاعات را به دست فراموشی می سپارم. در این موارد تنها چیزی که می تواند جوشش اضطراب من را فرو بنشاند یک کلوچه میوه‌ای، یک بسته چیپس و کلی شکلات است. معمولاً تا بیمار نشویم، بیش از توان انسانیمان دور و بر خود را شلوغ نکنیم، خود را زیر فشار طاقت فرسا له نکنیم و اضطراب و تردید به خود را به نهایت نرسانیم، درباره اینکه چه چیز دائم ما را به سوی خوردن سوق می‌دهد حرف نمی‌زنیم. درگیری برای احساس خود ارزشمندی چنان با تار و پود زندگی ما درآمیخته است که اغلب فراموش می‌کنیم که زندگی باید جریانی موزون داشته باشد. البته وقتی یکی از آن روزهای یاد شده به سراغم می‌آید، توجه دارم که بعضی از نگرانی‌ها بخشی جدایی ناپذیر از زندگی هستند. اما بیشتر اضطراب‌ها ناشی از انتظاراتی است که خودم بر خودم تحمیل می‌کنم. دلم می‌خواهد پروژه الن تحسین برانگیز باشد. چارلی بهانه خانه را نگیرد و من به نوشتنم برسم. دوست دارم به دنیا نشان بدهم که چطور بین زندگی حرفه‌ای و خانوادگیم تعادل برقرار کردم. دلم می‌خواد حیات منزلمان زیبا به نظر برسد و همه بگویند وای خدای من، چه شهروندان متشخصی. بعضی روزها با این خواست که در نظر همه ابر باشم می‌جنگم و بر آن غلبه می‌کنم، اما بعضی روزها خواستم بر من چیره می‌شود و تمام انرژیم را می‌گیرد. همانطور که قبلا گفتیم، اگر قرار باشد برای احساس ارزشمندی پیوسته جان بکنیم و تقلا کنیم، معمولاً به شیوه نادرست متوسل می‌شویم. شیوه هایی که معمولاً پیامدهای حاشیه‌ای خود را دارند و برای افرادی به سن و سال من نه تنها جذابیت چندانی ندارند، بلکه پیام ناهنجار شرم و عوامل مخرب دیگر را زمزمه می کند که هرگز کامل نخواهی بود. مردم چه فکری خواهند کرد؟ هنوز نمیتونی خودت رو دوست داشته باشی چون هنوز اونطور که باید نیستی. زیبا، لاغر، ثروتمند، موفق، با استعداد، شاد، باهوش، زنانه، مردانه، خلاق، محبوب، حمایتگر. هیچ کس نمیتونه بفهمه. باید تظاهر کنم که همه چیز رو به راهه. اگه لازم باشه میتونم خودم رو همرنگ اونها کنم. فکر کردی کی هستی که بخواهی ایده ها، آثار هنری، عقاید، افکار یا نوشتهات رو به دنیا عرضه کنی؟ شرم احساس گرمی است که سراپای وجودمان را فرا میگیرد و احساس کوچکی، نقص و هرگز کافی نبودن را در ما ایجاد می کند. اگر بخواهیم تاب‌آوری در مقابل شرم را یاد بگیریم، یعنی بتوانیم شرم را تشخیص دهیم و با حفظ احساس ارزشمندی و اصالت خود از میان آن بگذریم، باید درباره علل آن بحث کنیم.
گفتگوی صادقانه درباره احساس شرم می‌تواند شیوه زندگی، مهرورزی، فرزند پروری، کار و ارتباط را تغییر دهد. بیش از 1000 نامه و ایمیل از افرادی که کتاب من درباره شرم را خوانده‌اند دریافت کردم که همگی به یک نکته اذعان کرده‌اند. نمی‌توانم باور کنم که صحبت کردن درباره شرم چقدر زندگی من را تغییر داده است. و من قول می‌دهم حتی اگر هنگام صحبت کردن درباره شرم چیزی بخورید هم اشکالی ندارد. تاب‌آوری در مقابل شرم. درباره شرم 3 چیز را باید دانست. 1. همه ما از این احساس برخورداریم. شرم احساسی همگانی و از هیجان‌های اولیه‌ای است که تمام انسان‌ها تجربه می‌کنند. تنها کسانی این احساس را تجربه نمی‌کنند که از ظرفیت همدلی و برقراری ارتباط انسانی بی بهره‌اند. 2. همه انسان‌ها از صحبت کردن درباره شرم می‌ترسند. 3. هرچه کمتر درباره شرم صحبت کنیم، بیشتر تحت سلطه آن قرار می‌گیریم. شرم اساساً ترس از دوست داشتنی نبودن است که نقطه مقابل پذیرش داستان خود و احساس ارزشمندی است. در واقع تعریفی که من از پژوهشم به دست آوردم از این قرار است. شرم احساس یا تجربه بسیار دردناک است که به ما میگوید نقص داریم و از این رو در خور آن نیستیم که ما را دوست داشته باشند یا احساس تعلق را تجربه کنیم. احساس شرم ما را متقاعد می کند که پذیرش داستان زندگیمان باعث می شود در نظر دیگران کوچک و بی اهمیت تلقی شویم و به این ترتیب احساس ارزشمندی را کنار می زند. می ترسیم اگر دیگران با هویت ما آشنا شوند، یعنی این که بدانند از کجا آمده ایم، چه عقایدی داریم، با چه مشکلاتی دست به گریبانیم و یا حتی چه نقاط قوتی داریم، ما را دوست نداشته باشند. شاید باور نکنید، اما گاه پذیرش نقاط قوتمان هم مانند پذیرش نقاط ضعفمان دشوار است. اغلب تصور ما این است که شرم مخصوص آدم‌هایی است که از صدمات و آسیب‌های وحشتناک جان سالم به در بردند، اما این حقیقت ندارد. شرم احساسی است که همه تجربه می‌کنند. شاید هم تصور شود که شرم در تاریک‌ترین زوایای وجودمان پنهان می‌شود. موضوع آن روشن نیست. حالانکه شرم معمولاً در مکانهای آشنا می‌خزد، به موضوعات آشنا مربوط می‌شود، از جمله ریخت و قیافه، تصور ما از بدنمان، خانواده، سبک تربیت فرزندانمان، پول، شغل، سلامت، اعتیاد، جنسیت، سالخوردگی و مذهب. احساس شرم احساسی انسانی است و از انسان بودن ما حکایت دارد. برای همه راحت نیست که داستان گرفتاری‌های خود را بپذیرند و اگر سخت تلاش کنیم که از بیرون همه چیز رو به راه به نظر برسد، هنگامی که مجبور شویم راست بگوییم، شرایط سختی را تحمل خواهیم کرد. به همین دلیل است که شرم با کمالگرایی همخوانی دارد و خیلی راحت ما را ساکت و خاموش نگه می‌دارد. نگرانی دیگر ما این است که با پذیرش و نقل داستان خود مجبور شویم فشار زیادی را تحمل کنیم. ترس واقعی ما این است که تعریف دیگران از ما بر اساس تجربه ای از تراشه ناچیز از ما باشد. یکی از مثالهایی که درباره شرم به یاد می‌آورم ماجرای زنی است که جرأت به خرج داده بود و به همسایه‌اش گفته بود که قبلاً معتاد به الکل بوده است. اما تنها چیزی که از این افشاگری دستگیرش شد این بود که همسایه‌اش گفت در این صورت فکر نمی‌کنم دیگه صلاح باشد بچه‌های من برای بازی به خانه شما بیایند. این زن شجاع برایم تعریف کرد که با ترسش روبرو شده و در جواب گفته بود 2 سالی است که بچه‌ها اینجا بازی می‌کنن. از طرفی 20 سال است که من پاکم. از 10 دقیقه پیش تا حالا هم که تغییری نکردم. شما چرا عوض شدید؟ از آنجا که شرم ترس همگانی از احساس بی‌ارزش بودن و دوست داشتنی نبودن است و از طرفی همه انسان‌ها نیازی ذاتی و غیر قابل تغییر به تجربه کردن عشق و احساس تعلق دارند، جا دارد که شرم از هیجان‌های اصلی به شمار رود. نیازی نیست شرم را تجربه کنیم تا از حرکت بیفتیم. صرف ترس از بی‌ارزش بودن کافی است تا ما را به سکوت درباره داستان‌هایمان وادارد. از طرف دیگر چون شرم در تمام انسان‌ها عمومیت دارد، خبر خوش این است که همه می‌توانیم تاب‌آوری خود را در مقابل شرم افزایش دهیم. تاب‌آوری در برابر شرم
به این معناست که بتوانیم آن را تشخیص دهیم، به نحوی سازنده با آن روبرو شویم و با حفظ احساس ارزشمندی و اصالت خود آن را پشت سر بگذاریم و در نهایت به واسطه این تجربه شجاعت، شفقت و پیوند با دیگران را در خود پرورش دهیم. اولین نکته‌ای که لازم است درباره شرم بدانیم این است که هرچه کمتر درباره آن حرف بزنیم بیشتر بر ما غلبه می‌کند. با وجود شرم لازم می‌آید که خود را از سلطه 3 عامل خارج کنیم: مخفی کاری، سکوت و پیش داوری. وقتی رویدادی خجل کننده رخ می‌دهد و ما آن را در نهانخانه وجود خود پنهان می‌کنیم، در درونمان می‌جوشد و رشد می‌کند و ما را تحلیل می‌برد. باید تجربه خود را با کسی در میان بگذاریم. احساس شرم در برخورد با آدم‌ها پیش می‌آید و در بین آدم‌ها باید ترمیم شود. اگر کسی در خور آن باشد که داستان خود را برایش بازگو کنیم، باید که چنین کنیم. وقتی درباره شرم حرف می‌زنیم، قدرتش را از دست می‌دهد. به این ترتیب لازم است داستان خود را طرح کنیم تا شرم آن از بین برود و البته برای طرح داستان لازم است تاب‌آوری خود را بالا ببریم. یافته‌های 10 دهه پژوهش هم نشان می‌دهد که مردان و زنان برخوردار از تاب‌آوری بالا در مقابل شرم در 4 ویژگی مشترک هستند. 1. آنها شرم را می‌شناسند و می‌دانند چه پیام‌ها و انتظاراتی آن را در وجودشان بیدار می‌کند. 2. آنها هوشیاری خود را نسبت به پیام‌ها و انتظاراتی که می‌گویند ناقص بودن یعنی بی‌کفایتی افزایش می‌دهند. 3. آنها به افراد قابل اعتماد روی می‌آورند و داستان خود را با آنها در میان می‌گذارند. 4. آنها درباره موقعیت خجل کننده و شرم خود حرف می‌زنند. واژه شرم را به زبان می‌آورند، از احساس خود حرف می‌زنند و نیاز خود را مطرح می‌کنند. وقتی به افرادی فکر می‌کنم که از قدرت دگرگون ساز طرح داستان خود با من حرف زده‌اند، در می‌یابم که این افراد همان‌هایی هستند که تاب‌آوری را نیز تمرین می‌کنند. از آنجا که بخش عمده احساس ارزشمندی و تاب‌آوری در برابر شرم به اعتراف داستان‌ها مربوط می‌شود، می‌خواهم یکی از ماجراهای خود را با شما در میان بگذارم. اما قبل از نقل این داستان به 2 سوال متداول درباره شرم می‌پردازم. به تصور من این به شما کمک می‌کند که با عقل و دل خود به این موضوع دشوار توجه کنید. 1. بین شرم و احساس گناه چه تفاوتی وجود دارد؟ اکثر درمانگران بالینی و پژوهشگران با این عقیده موافقند که بهترین راه برای درک تفاوت بین این 2 جمله است. من بد هستم و من کار بدی انجام دادم. احساس گناه مساوی من کار بدی انجام داده‌ام. احساس شرم مساوی من بد هستم. شرم هویت و کیستی ما را زیر سوال میبرد، اما احساس گناه رفتارمان را. وقتی کاری برخلاف معیارهای ایدئال خود انجام میدهیم یا در انجام کاری تعلل می‌ورزیم، احساس گناه میکنیم. این احساس آزاردهنده اما مفید است، چرا که باعث میشود برای کار خود عذرخواهی کنیم، برای جبران آن اقدام کنیم یا رفتار خود را تغییر دهیم. از این جهت احساس گناه مانند محرک عمل می کند. احساس گناه به اندازه احساس شرم نیرومند است، اما تأثیر آن اغلب مثبت است، حالانکه شرم نیروی مخرب دارد. در واقع تحقیق من نشان می دهد که احساس شرم باور به تغییر و بهتر شدن را به تدریج از بین می برد. 2. آیا شرم به تعادل ما کمک نمی کند؟ من نیز مانند بسیاری از متخصصان به این نتیجه رسیدم که شرم بیش از آن که یک راه حل باشد ما را به سمت رفتارهای مخرب و زیانبار سوق می دهد. وقتی شرم به سراغ ما می آید، پیوند خود را با دیگران قطع شده می بینیم و ناامیدانه در صدد احساس ارزشمندی برمی آییم. وقتی سراپای وجودمان را شرم یا ترس از شرم فرا می گیرد، بیشتر احتمال دارد که به زیان خود رفتار کنیم
دیگران را مورد حمله قرار دهیم یا شرمنده سازیم. در واقع شرم با خشونت، پرخاشگری، افسردگی، اعتیاد، اختلال‌های خوردن و قلدری ارتباط دارد. کودکانی که گفتگوی درونی آنها بر اساس شرم من بد هستم است، در مقایسه با کودکانی که گفتگوی درونیشان بر مبنای احساس گناه است، یعنی من کار بدی انجام دادم، بیشتر با احساس بی‌ارزشی و بیزاری از خود دست به گریبانند. استفاده از شرم برای تربیت کودکان به آنها می‌آموزد که اساساً شایسته عشق و محبت نیستند. اگر حکیمی، اول خودت را درمان کن. اینکه اطلاعات زیادی درباره شرم داشته باشید، مانع از آن نمی شود که شرم به سراغ شما نیاید. تجربه این را به من نشان داده است. با تمام اطلاعاتی که دارید ممکن است با شرم دست به گریبان باشید بدون آنکه بدانید چه اتفاقی دارد میافتد و چرا. خبر خوب این که تاب‌آوری در مقابل شرم نیز میتواند ناآگاهانه صورت بگیرد. ماجرای زیر نه تنها ماهیت زهرآگین شرم را نشان می‌دهد، بلکه اهمیت صحبت کردن درباره آن را هم برجسته می‌کند. سال 2009 چند ماهی وبلاگ من به عنوان سایت نمونه با بهترین صفحه اصلی شناخته شده بود. اتفاق جالب و سرگرم کننده‌ای بود. هر روز از طریق سایت با انبوهی از مردمی روبرو می‌شدم که اگر به خاطر طرح وبلاگ نبود، اصولاً در صدد مطالعه مطالب مربوط به شجاعت و اصالت بر نمی آمدن. یک روز از خانمی که از طرح وبلاگ من خوشش آمده بود ایمیلی دریافت کردم. با شادی و غرور مشغول خواندن بودم که به این قسمت رسیدم. من واقعاً وبلاگ شما را دوست دارم. بسیار خلاقانه طراحی شده و خواندن آن راحت است. البته به استثنای عکسی که همراه دوستتان در سینما گرفته اید. حال آدم رو به هم میزنه. اگه من به جای شما بودم هرگز عکسی به این بدی رو در وبلاگم نمیگذاشتم. در ضمن این را هم بدانید که بنده خودم عکاسم. باورم نمیشد عکسی که این خانم دربارش نوشته بود عکس من و دوستم لورا در سالن سینما بود. ما با اشتیاق منتظر شروع فیلم بودیم که من دوربینم رو درآوردم و یک عکس گرفتم. اظهار نظر این خانم من رو حسابی متعجب، گیج و عصبانی کرده بود. اما به خواندن ادامه دادم. او در ادامه سوالهای زیادی درباره طرح وبلاگ پرسیده بود و در خاتمه یادآور شده بود که وبلاگ من را به سایر والدین معرفی خواهد کرد تا از مطالب آن در خصوص تربیت فرزند استفاده کنند. با تمام این حرفا من سراپا خشم و ناراحتی بودم. در آشپزخانه بالا و پایین می رفتم و به جواب ایمیل او فکر می کردم. پاسخ 1. اگه می خواستم من هم می توانستم عکاسی بعضی ها را زیر سوال ببرم. اما حیف که پژوهشگر شرم هستم. پاسخ 2. من از عکس‌های شما روی نت دیدن کردم. شما اگر به کیفیت عکس اهمیت می دهید بهتر است تجدید نظری درباره عکس‌های خودتان بکنید. پاسخ 3. اگر اصولاً کیفیت کار برایتان مهم است بهتر است قبل از ارسال ایمیل از املای کلماتتان مطمئن شوین که به جای دیر ننویسید دیر. تمام پاسخها از سر بدخواهی و خصومت بود، اما برایم مهم نبود. با این حال آن را نفرستادم. چیزی در درونم مانع از این کار می شد. دوباره ایمیل آن زن را خواندم، نفس عمیقی کشیدم و به سرعت به اتاق خواب رفتم. کفشای کتانیم را به پا کردم و مثل برق از خانه بیرون زدم. باید این انرژی منفی را که در رگ و خونم می‌دوید با پیاده روی بیرون می‌ریختم. تقریباً 1 مایلی راه رفته بودم که به دوستم لورا که عکسش را در وبلاگم گذاشته بودم زنگ زدم و درباره ایمیل آن خانم با او حرف زدم. لورا با تعجب پرسید شوخی می‌کنی؟ در جواب گفتم نه شوخی ندارم. میخوایی بدونی چه جوابهایی براش آماده کردم؟ البته هنوز نمیدونم کدومش رو بفرستم و بعد جوابهای دندان شکنم را برایش تکرار کردم. لورا در جواب گفت برنه این جوابها از سر بی‌پرواییه. اگر جای تو بودم نمیتونستم این کار رو بکنم. البته واقعا ناراحت میشدم و شاید گریه هم میکردم. من و لورا همیشه درباره موضوعات حساس با هم حرف میزدیم.
ما با هم خیلی راحتیم. بعضی وقتها حرفی برای گفتن نداریم و بعضی وقتها هم دائم با هم در تماس هستیم و همه چیز رو با هم تجزیه و تحلیل میکنیم. وقتی صحبت ما به اینجا رسید به او گفتم لورا دیگر چیزی نگو، میخوام درباره حرفی که زدی فکر کنم. چند دقیقه ای با صدای سنگین نفسهای من گذشت و بالاخره گفتم یعنی ممکن بود برنجی و گریه کنی؟ لورا با اکراه جواب داد خب آره، چطوره؟ با کمی تأمل گفتم میدونی فکر میکنم رنجیدن و گریه کردن انتخاب شجاعانه ایه. لورا که متعجب به نظر میرسید پرسید منظورت چیه؟ بعد سعی کردم منظورم رو براش توضیح بدم. ببین جواب فی‌البداهه و بدون فکر من به این جور موارد اینه که از روی بدخواهی و خصومت واکنش نشان بدم. مقابله به مس و شرمنده کردن دیگران شجاعت نمیخواهد. در یک چشم هم زدن میتوانم ابرقدرت شرم را در خدمت بدی درآورم. اما روبرو شدن با ناراحتی و رنجش قضیه جداگانه‌ای داره. فکر میکنم جواب فی‌البداهه تو اینه که با شجاعت با قضیه روبرو شوی. بعد از مدتی گفتگو به این نتیجه رسیدیم که پاسخ شجاعانه لورا تصدیق رنجش بدون فرار کردن از آن است و پاسخ شجاعانه من تصدیق رنجش و مقابله به مثل نکردن است. به علاوه هر دو موافق بودیم که سنگدلی و بیرحمی شجاعت نمیخواهد، بلکه پاسخی بی‌ارزش و آسان است، به ویژه در فرهنگ امروزی. بعد از کمی صحبت دیگر لورا پرسید خب حالا که درباره تصدیق رنجش به توافق رسیدیم جواب شجاعانه تو به این ایمیل چیه؟ در حالی که سعی می‌کردم جلوی اشکم رو بگیرم گفتم اینکه با رنجشم روبرو بشم، گریه کنم. درباره اون با تو حرف بزنم، فراموشش کنم و بدون جواب دادن به ایمیل آن را پاک کنم. لورا پس از چند لحظه سکوت یکباره گفت اوه خدای من، این یعنی تاباوری در مقابل شرم مگه نه؟ تو داری شجاعت رو تمرین میکنی. گیج شده بودم، گویی اصلا این اصطلاح را نشنیدم. ها، منظورت چیه؟ لورا صبورانه جواب داد تاباوری در مقابل شرم در کتاب خودت درباره‌اش نوشتی، یادت نیست؟ بعد هر دو با هم خندیدیم که اینطور. یک هفته بعد در مقابل 70 دانشجویی قرار گرفتم که در دوره‌های مربوط به شرم و همدلی من شرکت کرده بودند. داشتم درباره تاب‌آوری در مقابل شرم حرف می‌زدم که یکی از دانشجویان دستش را بلند کرد و خواست یک مثال بزنم. تصمیم گرفتم داستان ایمیل را بازگو کنم، چرا که این داستان نشان می‌دهد که چگونه شرم می‌تواند در سطحی ناهوشیار رخ دهد و چقدر تشخیص و صحبت کردن درباره آن اهمیت دارد. داستان را با توصیف وبلاگ و هدف جدیدم برای یادگیری عکاسی شروع کردم. به آنها گفتم که پس از دریافت این ایمیل انتقادآمیز دیگر می‌ترسیدم عکس‌هایم را در وبلاگ بگذارم، چون احساس شرم و حقارت می‌کردم. وقتی به آنها گفتم که شدیداً دلم می‌خواست با بیرحمی پاسخ آن زن را بدهم، تعدادی از دانشجویان سر خود را در دست‌هایشان پنهان کردند و عده‌ای نگاه خود را به سمتی دیگر دوختند. مطمئن هستم از عدم بینش من ناامید شده بودند و البته عده‌ای هم کاملاً ترسیده بودند. از آن میان دانشجویی دست خود را بلند کرد و گفت می‌توانم یک سوال شخصی بپرسم؟ با توجه به اینکه من در حال در میان گذاشتن داستان ضعف و آسیب پذیریم بودم، فکر نمی‌کردم سوال او مرا برنجاند، اما اشتباه می‌کردم. دانشجو با شهامت پرسید شما میگویید احساس شرمتان ناشی از این بود که احساس می‌کردید از مهارت عکاسی شما انتقاد شده است، اما واقعاً این ضعف بود که باعث خجالت شما شد. میخواهم بگویم که آیا احساس شرم به خاطر انتقاد از عکاسی شما بود یا به خاطر اینکه خود را در معرض ارتباط و موضع آسیب پذیری قرار داده بودید؟ آیا اگر خود را در معرض ارتباط قرار نمیدادید باز این اتفاق میافتاد؟ دهانم خشک شد و دانه‌های عرق بر صورتم نشست. پیشانیم را پاک کردم و مستقیم به صورت شرم زده دانشجویان نگاه کردم و گفتم نمیتونم باور کنم. این دقیقاً همون چیزیه که اتفاق افتاده و من تا همین لحظه از آن بی اطلاع بودم. اما همین است که میگویید. من از سرخوشی کودکانم در سالن سینما عکس گرفتم. کاری که در حالت عادی نمی کنم.
بعد چون هیجان زده بودم و فکر می‌کردم عکس جالبیه، آن را در وبلاگ گذاشتم و بعد یک نفر از من انتقاد کرده است. چند تا از دانشجویان با نگاهی توبیخ‌آمیز به دانشجویی که این سوال را کرده بود چشم‌قره رفتند که چرا من را اذیت کرده است. اما من اذیت نشدم. احساس نکردم دستم رو شده است، بلکه احساس کردم رها شده‌ام. داستانی که برای احساس ارزشمندیم باید میپذیرفتم، داستان دست و پنجه نرم کردن یک عکاس ناشی با انتقاد نبود. آنچه باید میپذیرفتم این بود که یک آدم نسبتاً جدی مثل من هیجان زده شده و به طور خود انگیخته سرخوشی کودکانه و ناقص بودنش را به نمایش گذاشته و شخص دیگری را واداشته است تا نقطه ضعف او را سیخونک بزند. در واقع تاب‌آوری آشکار شدن تدریجی واقعیت برای فرد است. این داستان چه درسی برای من داشت؟ عامل خرابی چه زمزمه‌ای می‌کرد؟ نکته این بود که در جریان موقعیت‌های دشوار نه تنها باید خود را دوست داشته باشیم، بلکه باید در صدد باشیم که داستان واقعی را دریابیم و به حقیقت ماجرا پی ببریم. علاوه بر این برای کسب احساس ارزشمندی باید یاد بگیریم چگونه از خود در مقابل شرم محافظت کنیم. شرم مانند چیست؟ در شناخت چگونگی دفاع از خود در مقابل شرم برای کار دکتر لیندا هارتلینگ احترام فوق‌العاده‌ای قائلم. او برای توضیح راهکارهای دفاعی ما در مقابل شرم از اصطلاحات کارن هورنای استفاده می‌کند. حرکت به سوی مردم، حرکت علیه مردم و دور شدن از مردم. به عقیده دکتر هارتلینگ در رویارویی با شرم عده‌ای با انزوا، دور شدن از دیگران و سکوت از خود دفاع می‌کنند. عده‌ای دیگر در صدد خوشنود کردن و راضی نگه داشتن دیگران برمی‌آیند. عده‌ای هم با خشونت و مقابله به مثل علیه دیگران اقدام می‌کنند تا قدرت و کنترل را به دست آورند. مانند ایمیلی که قصد ارسال آن را داشتم. اکثر آدم‌ها بسته به شرایط و علل گوناگون از هر سه راهکار استفاده می‌کنند. اما نکته اینجاست که هر سه راهکار ما را از پذیرش داستانمان و از پذیرش خودمان آن گونه که هستیم باز می‌دارند. شرم با ترس، سرزنش و قطع پیوند ارتباط دارد. آنچه در قضیه شرم مطرح است این است که بتوانیم احساس ارزشمندی کنیم و در این حال نقایص خود را که شجاعت، شفقت و پیوند با دیگران را برای ما به ارمغان می‌آورند بپذیریم. اگر برانیم که به درستی زندگی کنیم و دائم نگران کامل نبودن خود نباشیم، باید داستان خود را بپذیریم و به آن اعتراف کنیم. در ضمن ما باید طوری با شرم خود برخورد کنیم که موجب شدت و وخامت آن نشود. یک راه آن تشخیص به موقع شرم و واکنش آگاهانه نسبت به آن است. شرم علائم فراوانی دارد. افرادی که از تاب‌آوری بالا در مقابل شرم برخوردارند می‌دانند چه زمانی شرم به سراغ آنها می‌آید. یک راه دانستن آن آگاهی از علائم فیزیکی شرم است. مثلا من می‌دانم وقتی دچار شرم می‌شوم احساس بی‌کفایتی بدنم را گرم می‌کند، صورتم داغ می‌شود، قلبم به شدت می‌زند، دهانم خشک می‌شود، عرق می‌کنم و احساس می‌کنم زمان دیر می‌گذرد. برای واکنش آگاهانه نسبت به شرم هر کس باید با علائم فیزیکی خود آشنا باشد. وقتی دچار شرم می‌شویم در خور مناسبات انسانی نیستیم. از این رو لازم است قبل از آنکه دچار رفتاری ندامتبار مانند فرستادن ایمیل کذایی من شویم، تعادل هیجانی خود را بازیابیم. مثلا برای خود من 10 تا 15 دقیقه طول می‌کشد تا بتوانم خودم را جمع کنم و پس از گریه کردن بتوانم به حالت اولیه برگردم. در ضمن به خاطر این نعمت خود را ملزم می‌دانم که شکرگزاری کنم. اگر می‌خواهید پذیرش داستان خود و تاب‌آوری در مقابل شرم را آغاز کنید، با این سوال‌ها شروع کنید. پاسخ به این سوال‌ها می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد. 1. وقتی به کنج شرم و آزرم افکنده می‌شوید، چگونه شخصی می‌شوید؟ 2. چگونه از خود محافظت می‌کنید؟
3. در استفاده از راهکارهای سگانه هورنای، حرکت به سوی مردم، حرکت علیه مردم و دوری از مردم، با چه کسی تماس می‌گیرید؟ 4. وقتی احساس خرد شدن و رنجش می‌کنید، شجاعانه ترین کاری که می‌توانید انجام دهید چیست؟ نکته شایان توجه این که قرار نیست داستان خود را برای هر کسی که از گرد راه می‌رسد بازگو کنیم. شنیدن آن یک امتیاز است و قبل از مطرح کردن آن باید از خود بپرسیم چه کسی در خور شنیدن داستان من است؟ اگر فرد یا افرادی در زندگی ما باشند که ما را با تمام نقاط قوت و ضعفمان بپذیرند و کنارمان بنشینند و به داستان ما گوش دهند، فوق‌العاده خوشبختیم. لزومی ندارد که نسبت به همه احساس تعلق داشته باشیم. همه به ما عشق بورزند و همه بتوانند به داستان ما گوش دهند. اما حداقل یک نفر را باید داشته باشیم تا در این امور با او سهیم شویم. اگر یک یا چند محرم در زندگی خود داشته باشیم، بهترین راه برای پذیرش و قبول پیوند و ارتباط با آنها این است که ارزشمند بودن خود را بپذیریم. اگر برانیم که روابط خود را بر اساس محبت، احساس تعلق و سهیم شدن در داستان زندگی بنا کنیم، باید از همین جا شروع کنیم. من با ارزش هستم.